سلام و درود به خدمت شما بینندگان عزیز. وقت زیبای شما بخیر. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، امروز آمدیم به قلعه گلوشتور. بسیار یک قلعه سرسبزه. می‌بینیم که وقت کچلو کندن و وقت نوال شیلی و وقت گندم و بالاخره باغ و باغداریه. دیگانای عزیز، یک دید و بازدید خود نداریم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. می‌بینیم که رسم و رواج کار و بار مردم رو به تصویر میکشیم. کانال نعیم جانو یا چمونه رو سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. ما رو به کل دوستا حمایت نمیکنیم. همراه ما باشیم. بخیر باشیم. دوستای خوب نازنین، بازم به ادامه برنامه خوش آمدین. سرزمینای کشاورزی آمدین در کنار دوستا و برادرها که اینا مصروف به کچلو کندن هم که فصل کچلو کندن و نوال شیلیه که نوالا را هم میکنم با به یک جا دیگه میشونم. خب از کاکا پرسان میکنی که این زمین کچلوار میکنم باز تاکش تازی با بخیر چی میشه؟ تاکش تازی بخیر گلپی میشه، کرنبال میشه، تیشه میشه. خب ما اون نداریم که شیلی بکنیم. خب همین کل همین زمین چند میشه جریب؟ همین کچلو تقریبا یک جریب کچلو بشه. خب عرصه پل؟ نه همین دو پل باید جدا هست دیگه کسی. خب دو جریب میشه مینالی. خب امسال چی رقم کاکا؟ حساب نتیجه خوبی بده کچلو؟ بعدینی خوبه. الهی شکر. بعدینی خوب. خب اب بازارا بگیم. بازار با بعض وقتا بازار بالای بعض پایینه. خب از فکر کنم دیروز هم بردیم دیگه از این زمین درسته؟ بله دیروز بردیم. خب و چند سودا کردیم؟ من 80 روپیه. بله. خب ایتا وازد هم داره وازد هم کم داره خیلی نداره. خب بسیار خوب. حدوداً همین جریب زمین شما کاکا از امروز اول که تخم کچلو رو میکاریم تا به محاله که خود برادرها هی میکنیم چند برای شما هزینه میخوره؟ شاید کمی خلاص کنیم، شاید 15000 10000 بریم میمونه، شاید بمونه، شاید معلوم نیه دیگه. آخه بهم رقم چیز که معلوم میشه وقتی که شما بهم سر زمین همی جلنگ ببینیم، یک جلنگ کچلو رو بکنیم از زمین شما که کسب شما نمیفهمین که این چند خراب داره. ولی حساب با بازاره، اگه بازار خوب باشه خب چیزی میمونه، اگه بازار خراب باشه نه. خب بازم شکر به بر جای دیگه وقتا سعی کنین که به 40-50 ریپه سودا میکنیم ولی 80 ریپه که خوبه دیگه. 80 ریپه خوبه فعلا. الهی شکر. کاکا این برادرها فعلا هم یا بچه‌ها شما نه؟ یکی بچه منه دیگه رو بچه فعلا هم. کدوم بچه شما نه؟ اون بچه من قبل میزنم نه خدا. اونا چرا از شما مسافرتر شدن؟ دیگه پیرمرد میشدن. شما تکرارین. چند سال هستین؟ من 65 باشم. 65. بله. بسیار خوب. کاکا بله. همین زمینا شخصی از شما یا کشتمند؟ کشتمند مرا. چند جری به دست شما نه؟ تقریبا 3 جری. خب خود خان دارین زمین؟ خود خان فضل خدا نداریم. باغ هم ندارین؟ باغ هم نداریم. مالداری چی؟ ولی یک گواکی داریم. گزارش زندگی انشالله میشه. خدا مهربان هست، خدا راضی. الهی شکر. خب باش یک مونده نباشی لالا رم بدیم. لالا مونده نباشیم شما. البته همه شما مونده نباشی بدادم اول شما خوبه؟ زنده باشی. خدا سلامت باشه. زنده باشیم. برارجو امروز فعلا این خود کاکا؟ بله امروز خود کاکا خوبی مونده فعالگی کچلو میکنیم. گفتم زمین زودتر نوال ما بخیر نوال کرنبرگ بشونیم. نوالا ما کلون شده گفتیم باش چشم بیایم کمک اینا رو بدیم. کاکا شما نه؟ همسایه‌مون هم کاکا میگیم. بله بسیار خوب. زنده باشی. بسیار خوب احترام دارید. خب انال نوبت از اینایی که شما خود از اینا فعالی. بله. یک روز نوبت شما میشه. بله. اگه بگیم خود ما بیایم یک روز دو روز فعالیتی میایم. اینا جلوتر بیامودن. ما هم داشتیم بزو سرا دیگه بودک بکندیم به حساب یک روز اینا هم بیامودن خود ما فعالیتی. بله. خب به این سرا به خصوص به مثل غره سرسیا همین رواج هست که همسایه خود همسایه به فعالیتی کمکی لازم اینه یک باشه. خود چرا اگه پول بدیم هم دیگر خونه میشه؟ خب کار یک روز نیه. چی فرق میکنه؟ سعی کنیم
همه امروز خودی شما کار میکنم بله. با شما سبا مجبوریم با خودی از اینا کار خب کنیم. همون 3 ساعته که برای امروز اینا بدم مثلا ما میگن 4 روز جلوتر باز ما به اینا میدادن دیگه فرق نمیکنه. همون پول نمیدیم نه اینا برای ما میدم نه ما به اینا میدیم. خب انال فکر کنین شما زمین داریم اینا ندارم این چه کار میشه؟ او که نداشته باشیم کارگری حساب میشه مزدوری پوله. میدیم. بله او خب، پول میشه. بله. فعالگی مثلا یک چیز دیگه هجی کوکو بگم میگفه کوکو چرا فعاله میگم دیگه از زمان قدیم از زمان قدیمی رسم رسوم مردم های فعاله میگم به فعالگی بیا همین فعالگی به معنای مفت بله، کمک کمکی میشه. آه. یعنی مزد نمیدم به زور همین خرجی اونه به حساب برجا که کار کنم خرجی اونه به خرج قنگاره میره. چاشت زمان قدیم شوروا بودک حالی همه میتونه حالا بیتره. یا بانجونه یا بخصد چیزی هست دیگه شو هم هست شو نه فعالگی ها خود جلوه که شو هم بوده حالا با شو نیه یاری اگه با شما باشه شاید چاشت هم نون نهیم نه هستن نون هستن. خب ما شو نمیایم شو شو میگم من شو میگم نه من شو نمیام مونده میره مخونه خونه خب شما ما جا دروغ بزنا بگیم برین شو یار سی نه رسم و رواج شو نیه راست میگی بزی منطقه بسیار ما. خوب بسیار جای سرسبز یا واقعا جای دیدنیه ما هم دعا میکنیم که هر بلی که شما به زمین میخلونیم که کچالی بریمش یک بوجی بشه زنده باشیم سلامت باشیم خدای پاک به ملک شما به کاروبار شما رونق بده برکت بده خدا به ایمانمون شما برکت بده آمین با شما پیش جلالا مینیم سعی کنیم اینا هم همین بله یک شونه کردم بالاخره دوستا همین سعی کنیم که اینا چی رقمه مونده بشدم به سر زمینا دوغم میارم یا نمیارم. خب لالا بله شما اینجا گاهی کار میکنیم بله خب فکر کنیم امروز به عروسی خبریم بیشتر کوشش میکنین که اجی آقا خود رای کنی یا خود شما برین؟ اجی آقا خود میکنیم بیشتر هم کلون خونه خبر میکنم خب نبا نمیگین که ما به سرزمین ها مونده میشیم نه دیگه ما کار میکنیم کار از مانه خب چند براریم؟ ما 2 برادر برار دیگه شما به دیگه ایران شما کلونتر هم؟ خودتر خودتر خب بسیار خوب خودی اجی آقا به حساب خرج و برج شراکته بله والدم حیات دارم والده خدا بیامرزه باز دیگه خانم دیگه گرفت خب مادرک شما چند سال میشه فوت شدن؟ مادر 3 سال میشه 3 سال خدا بیامرزه چند وقت میشه اجی آقا 2 سال میشه نامزد زندگی گرفتم خب پیشکش بگرفتم از اونا آها 1.5 لک پیشکش 1.5 لک خب پس عروسی پیار خود یاد میدی بله ها تیش پله همه میبرده درست پله های پله نمه ها. بردم ماله خب مسئله اختلاطیه خوش داریم که یک عروسی دیگه هم به پیار خوب ببینیم چهر خوش ندارم با دوباره هم نمزاد دارشم زن مسته باشم زن میده مشکل نداره دل نمایه ما چون دیگه از خود اینو باید بپرس خب خود شما چی؟ خود من اگه پیدا شما از سرش گفم تا حال پیشنهاد بدادیم با پدر خب بگفته باشین که ما هم یک زن دیگه هم بگیریم نه پیش دارم فعلا زمینه مساعد نیه اقتصاد ضعیفه راست میگی اقتصاد ضعیف باشه کی میشه کی دقیق راست میگی بسیار تشکر از شما خوشحال شدیم وقت شما رو بگرفتیم بسیار تشکر سلامت باشیم بیننده‌های عزیز همراه ما باشیم برنامه ادامه داره بسیار به جای زیبای سرسبز دیدنی آمدیم به خدمت شما امروز هستیم بیننده‌های عزیز بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه خدا کنه تا این لحظه لذت برده باشیم از برنامه به سر خرمن گندم آمدیم یاد ما از زمان قدیم وقتی که بچه بدیم از او وقت که میرفتیم خودی خلیته و امی بوجی برای دایک حالی هم از این برادر پرسان میکنیم سعی کنیم رسم و رواج می دایک بمونده از قدیم یا خیر اول که دوباره هم شما مونده نباشین سلامت باشین اول شما خوبه کاکا سلامت باشیم خب کاکا
هی گندم بله. خرمان جمع کردیم. اینا چند جریبه؟ اینا از 4 جریب دیگه. 4 جریب. 4 جریب. همین بوجیا شده. باز یک دیگه است. اون نالات همین لطکدار است دیگه. اینا 3 جریب. بله 3 جریب خرمندگی هم باز داریم بسیار. الهی شکر. خب همین بوجیا شده. بله همین بوجی. حدوداً چند بوجیه؟ 50 بوجی. چند منه؟ 50 کیلویی. 50 کیلو 50 کیلو دونیم خروار. بیشتر دیگه. 40 بوجی میشه 5 خروار. 40 بوجی. تقریبا 7.5 خروار. 7.5 خروار. نام خدا نام خدا. 3 جریبی دونیم خروار. بله جریب. خب حالا اینا چرا اینجا میکشیم؟ اینا رو به زیر رقم میکشن که با بادار داره. کی نام بادار شما؟ وزیر احمد جان اسمونه. انجینیر. نه با تامی باغم. خب صاحب زمینا. بله صاحب زمینه. بله. خب انا اینا رو چی رقم میکشیم اشتن؟ اینا ریتا میکشن که مثلا اینا معلوم شه که بادار بزگریه. بفهمیدین میفهمم. بادار بزگری که به حساب کشتمان زحمت بیشتر کشیده که باز حق بادار سوا شه حق کشتمان سوا شه. با تاخیرمنی هم اینا 100 من 10 من تاخیرمنی داره. 7.5 خروار گندمه. بله. با بادار چند خروار میدین؟ با بادار شاید که 3 خروار بره. 4.5 خروار شما میشه. 4.5 خروار کشتمان میشه. خب فکر کنین شما نه دیگه اونا باشه پیش لالام بره. چی فرق میکنه؟ شما چه کاریم؟ فعالیم. من میره اون حساب میره و میل کنیم به حساب. ها بسیار خوب بسیار خوب. خرمانه با جمع نه که ما بکشم ری کنم به گودام. حق بادار ری کنم به گودام. بفهمیدم. خب نام خدا با بادار هم دیگه خیلی جمع میشه. بادار هم دیگه 2 گودام میشه دیگه تقریبا 100 خروار گندم میشه. 100 خروار؟ بله. نام خدا. باز اینا هورش هم داره دیگه هورش هم با طالبا میاد جمع میکنه به میبره. جمع باداره. از منجی برمیداریم از حق کشتمان در برمیداره حق بادار. بابا ارباب صاحبا همیشه نون اینا بروغه نه برادر. نونی بروغه. آبا خدا. خب هم پلو هم شلو. خب باشه پیش کاکام میریم. کاکا جان شما مونده نباشین. سلامت باشین زنده باشین. اول شما خوبه؟ راستیم خیر. سلامت باشیم. این بوجیا کجا داره کاکا که بیشترتر دگم بریزونیم؟ چرا 50 کیلو اینا تیار میکنیم؟ اینا به خاطر که به حساب نصفی عبادار نصفی از مانه. شاید ما باز حق خود میفروشیم یا مثلا به خونه بالی هم میچینیم به حساب 50 کیلو بیتر حساب دقیقه. یا قرض فرضی یا بفروشیم یا خب یا صبح تخم پاشتیم یا اور شیر به در میکنیم. خب به زی قسم باید 50 کیلو باشه. خب 7.5 خروار فکر کنیم 5 خروار گندم شده. بله. درسته؟ بله. 5 خروار گندم چندی ارش دولت میدیم؟ دیگه به حساب 20 من یک من. 20 من یک من؟ 20 من یک من. 100 من 5 من. 4 100 من 25 من دیگه چیزی نمیشه دیگه. 5 خروار 25 20 من یک من ورشر میگیرم دیگه. 25 من خونم چیزی نیه دیگه. حساب میگن که واسه علار میشه. او دقیقاً. بسیار خوب. امسال چی رقم کاکا؟ نتیجه خوبی داده ان شاء الله. گندم الحمدلله خوبه. الهی شکر. گندم مشکلی ور نداشته گندم خوبم جواب داده می خرمنای که تال لات کردم و وردشتم شکر. خوب جواب میده. ولی انال این پخلی شد دیگه. انال این پخلی گورونده میشه با چی میکارین؟ اینا رو شیلی مثلا حال ان شاء الله که امسال واسه شیلی هم میکاریم سوزبر هم مثل گلپی کرمبال. خب این چیزا میکاریم مثلا. ما جو یک چیز دیگه چرا می‌بینیم شما گلپی و کلمباگ میکنیم؟ هر فرقون به وقتی میدم به سیری پیه. همین زحمت شمار میشه. به خدا بعد سالا کنه. خب چرا ماش نمیکاریم؟ چرا شیلی نمیکاریم؟ چرا دیگه شیلی هم که امسال میکاریم کنجد که به این زمینا نمیشه شال داره. هم باد داره سر زمین با شال هم داره عیب داره. کنجد نمیشه. دیگه ماش بکاریم میشه باز ماش یک آیدی نداره ارزان و توکی یک آیدی نداره. زمین را لاش میکنه خراب میکنه به زود توسط. خب گپ بزنید که چاش به مهمونا خود چی بار کردین؟ چاش اگه شما تشریف ببرین بدین شوربا. نوش دو غم است. دو غم است بله. نوش جان شما باشه دیگه ما ان شاء الله رخصت میشیم. خدای پاک برکت بدم به کشتکارا شما. یک چیز دیگه حالا ما 2 نفر نمیبینیم به سر میز زمین شما جلوا قدیما 50-60 تا بچی خود جمع میشد. خود بعضا به دومانا خود بعضا به خلیته دایک میبردن. چند سال میشه دایک افتاده شده به سر چشت افتاده. همین ساعت در دیوار 12 بجه مار کس رفته که شکم خسر کنه برات گل پیدا میشه. بیننده‌های عزیز همراه ما باشین و خدمت شما هستیم.
بینندای عزیز بازم به ادامه برنامه خوش آمدین. جا شما بسیار سبز باشه. داخل قلعه گلوشتور هستیم. طوری که پیشتر گفتم پشت سر ما شما مشاهده کنیم بسیار یک جو برابر تر تازه. مردم مصروف به دیگونی هستند. دیگه دیدیم خرمن لد میکردم، بعضا کچلو میکندم. برادرام حال ما هم برم رو به سرزمین ها سعی کنیم به چی کار میرم، چی کش دارم مونده نباشیم. سلام علیکم. اول خوبه؟ سلامت خیر. صحتمند هستین؟ الحمدلله سلامت. اول نام شریف خور بگین. سید احمد. خب لالا سید احمد جان توقاج به دست شما کجا میره؟ به سیکونی میرم. سو چی؟ بیمی سر میرم. بامیه. بله. خب به سو آماده؟ بله. چی اندازه بشده بامیه؟ نه به چین نمانده دیگه. تازه خودم جلنگ سرس کردم. چند روز دیگه بخیر به چین شاید میاد؟ هفته 10 روز دیگه به چین. تا 10 روز دیگه. به بسیار خوب. گپ بزنیم چاش چی خوردین؟ چاش من خیلی کچلو خورد. خب کچلو که میکنم نه. بله. یا شهر آورده؟ نه. خب خود خب بگیم چند جریب زمین. اما کاکار هم بگیم زحمت بکشم. هیچ ندارم برو. زمین اینا ندارم. زمین ندارم. نه من مزدوری میکنم. مزدوریگاری ما؟ بله. چند برای شما میدم؟ 3 سال. روز 300. بله. هر روز کار است؟ نه هم یه روز کار کنی 2 روز تعطیلی با یک روزی که کار باشه میگم مثلا. بالاخره گزار زندگی میشه. بالاخره میشه دیگه. مالداری هم چیزی دارین؟ نه ندارم نه. فقط مزدوریگر. بله مزدوریگر. خدای پاک شما را از پریشونی نجات بده. تشکر که وقت خود به اختیار ما گذاشتین. اگه ما این کمام خود شما برای کمک زنده باشین خیر بینیم. سلامت باشین. دوستای نازنین بازم به کنار یک برادری هستیم که واقعا یک انسان برابر، انسان نیک میمون نواز. ما زنده باشیم. ما به داخل راه که می آمدیم به یک جای محترم و به بندمون، بالاخره به قم به بندمون به داخل رود کلی موتر گم شد. تقریبا 2 کیلو 3 کیلومتر که ما بیامدیم موتر دیدیم بغیق شد. نگاه میکنیم که کلی نیه. با خوب لالا لطف کردم خیر ببینم سکلی از خونه آوردم و بالاخره برفتیم کلیر پیدا کردیم. خب اول که دوباره شما مانده نباشیم. سلامت. تشکر از این بسیار نوازی خوش شما. آمدین. زنده باشین. سلامت بسیار باشین. خوش آمدین. بزن قربان منطقه شما. دور افتادیم ما. سلامت باشین شما. کن سرک خوب داره. دیگه- هم سرکا خرابه. هست دیگه بسیار که خوش پشت خونه آمدین. هست. خیر بینید. زنده باشیم. چند روز میشه می جو میآید؟ اگه دوستام کمک جلو 20 سال با 12 ما او میآید. من تو همی چند سال او کم شده. واسه می چاک زیاد شده ولی او کمتر شده که تماس گرفته. یعنی بیشتر از این. بله یه او خاله داره او تو بزو بالا هستی به نام جنوبه. نه فکر کنم او خوردنی همه. بله یه او خوردن یه از چشما داخل رود میآید. نام خدا. این که زمین ها یا مثلا تیدی میآید گرد و خاک به روی نالی آمده. جلب که بود کلا نمی او خوردن هضمی بود. بس میگیم بسیار خوب. برای ملک چیزی هم شما داریم؟ بله از خود خود داریم. چند جری؟ از خود شخصی شاید خود باغ اینا 3.5 جری باشه. الهی شکر. بله. خب باغ شما چی انگوره یا درختی؟ بله باغ انگوریه. چند جو است؟ تقریبا 8 جویی هستیم به چیزی. بدون برارا و پدر. بله تنها شخصی از خود ما برو دیگه مرکز سوا از خود دارم. الهی شکر. خب مالداری هم داریم؟ بله گوام دارم. الهی شکر بسیار خوب. بالاخره گزارش زندگی میشه. بله مدگوا که هست دیگه. با ما مردم دیگون بگیم اگه دیگونی بود گو به کنار نه به زندگی نمیشه. درست میگه. دو وطنی هم که 100%. بله ایت 100% ان شاء الله دو وطنی هم هست. خب زمان قدیم امی ری میکردم به درس را همسایا. بله. که بر این درس را مدر فرنی انا یک کاسه دو قبوس دونیم. حالی هم هست رسم. بله من تا خاله کماله. چرا کمه؟ بزی واسطه که زندگی ها با مشکل شده مردم فقیرتر شده اکثر میفروشه. جلوتر که بود دیگونی بیشتر بوده اقوال که می داشته اینا را اکثر بفروختن مردم بیرون جا مالداری هم نیه گلگوا بوده اقوال مردم گو جمع کرده نمیتونه. او کسی که داره گوی داره یا کسی که نداره گوی داره میره علف از سر سارو میاره بعضی شیر و ماست و زندگی خور پیش میبره. بله بزی واسه کمتر جلو که بوده یکی دو تا گوی داشتم دیگونی داشتم کسی هم که نداشتی به کنار ازی گذاره میشد از این دو ماسی. راست میگه. حال خیلی کمتر شده. بسیار تشکر از شما. خیر ببینید. خیر ببینید. با شما پیش اجماما بریم سعی کنم اجماما چی ساعت دارم مونده نباشیم. بیایم خود شما کمک هل چینگ و بیایم دوستا جلو می دوربین ما یادیم. کاکا جو رو خور بعد کامره ما کنیم یک معرفی هم داشته باشیم. اسم خور بگیم. اسم من صوفی عبدالحلیم. خب بله.
از این از منطقه این رباط تاج میخوانیم بله. خب چرا این منطقه شما گلوشتور میگن؟ این با وقت سابق که بوده این جگاه یک چیزی بوده چیز او که می آمده این تو تمام تلویزیون باز از بر بلوغ بوده بیرون میشده این میگه که پیچ میزه میگفتن می گلوشتور میگفتن میگفتن که شتوره میزنه ها میگه که مردمان قدیم مو کلونا اختلاف نکردن ما میگه بشنیدیم از اینا یعنی چند سال پیش کاکا؟ تقریبا کلونا ما یاد نمیده بود خب آه. خود منطقه شما کاکا 100 سال امکان ادامت داره به 100 سال داشته باشه بله. خب چند ساله این کاکا؟ خود ما 60 ساله 60 بله. خب شوق چیر داریم از حیوانات؟ این مال داری از ما دیگه گو مال دیگه همین خب تمام. پرنده چیزی هم داریم؟ نه شوق از اینا نداره خب از دیگونی چی داریم؟ از دیگونی هم دیگه نمی کشت زراعت دیگه گندم و بخت جرزانی جوی ماشین مینای دیگه امسال خوب زمینا ها شکو این جو همیشه او داره و بالاخره میتونه نتیجه خوبی هم به زمینا شما بده. همین چیزی که اخبار داریم از میگیریم او داری خود میگن چیزی باز کم میاد سولارای از اینو میده خب. مقصد میشه گذاره میشه. خب یک چیز دیگه اولادا شما رو جدا کردن؟ اولادم یک بچه کلون ما دارم که به شهر او وظیفه داره. خب پسر دیگه نداره؟ تو سه تا دیگه هم از تونه خود ترکایی که هنوز دیگه تو با کار خلص نشدم خود میدم کارم فلانه. یک پسر کلونی داره؟ کلونی از زندگی شما جدایا؟ بله. خب یک خانم داریم؟ بله. چند سال پیش عروسی کردیم؟ همون پسر که هست بیسته بود از یک مدر سوا که مدر فوت کرد بود 2 ساله بود. خب بعد دو خانم داشت؟ این خانم که ولی واسه است با 3 اولاد از دارن. بفهمیدم. عروسی اول شما کاکا به یاد شما چنده از شما پیشکش گرفتن؟ چنده؟ من پولای قدیم یک 120 لک. 120 لک کال چند نمیشه؟ حال 12000. 12000. غذا چی بود؟ غذا شوروا داشتیم ما. شو بود یا چاشت؟ روز بیده امروز. به روز بیده. شوروا اما میان شوروا خور بخوردم برفتم. بدادیم یک 12 نفر خرج. نون دادیم. تقریبا نمیدیم منطقه خورم نون دادیم دیگه. نام خدا. بسیار خوب. به جلو شما اتن هم بکردم. همین تو کردن که این تو خور مونده کردن دیگه. چوبزی هم. چوبزی بود که بیا سعی کنم تو خوب ساعتی خوب برابر بشه. خب میشه کاکا فکر کنیم که حال عروسی برارزاده شما یا بچه شما از شما می مردم خواهش کردن که یک روایی بگیم. روایی نگفتم. 4 بیتی بخونیم. چی بلدیم بخونیم که بیننده ما خیلی خوش داره؟ ما چی بخونم؟ ولی میاد هر چی خوش داریم. درسته؟ بخونیم. که 4 بیتی به عشق 4 یاره. یاد ندارم. بازم یک چک به افتخار ماما برای. بسیار تشکر از شما. تشکر کاکا. بسیار تشکر که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. خیر ببینید. زنده باشین شما تشکر میکنه که شما بیایم به منطقه دور افتاده ما بیام تمام زحمت کشیدیم. خیر ببینید. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. خب دوستای خوب نازنین وقت برنامه به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. منتها یک چیزی من به شما بیننده‌های عزیز بگم که اصلا حمایت به هیچ عنوان شما ما نمی‌کنیم. حمایت کنین. خیر ببینیم ما به خدمت شما هستیم. به می هوای گرم به زمستون به تموز ما به داخل می منطقه شما میریم. از فامیلا شما دید و بازدید داریم از منطقه شما. خب بازم تشکری میکنیم از این جمعیتی که به کنار ما رم. تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر باشه. همون زنگولگه کلم فشار بدیم. حتما سابسکرایب بکنین. خیر ببینیم. تشکر از شما.